ببین، یه چیزی رو خیلی از ما اشتباه متوجه میشیم. فکر میکنیم سیاست یعنی یه سری خبر خشک و رسمی، یه سری آدم تو جلسه، یه سری مراسم و عکس خبر. ولی واقعیت اینه که سیاست فقط اون چیزی نیست که تو خبر میبینی. سیاست اون چیزیه که چند ماه بعدش تو جیب ما دیده میشه. تو قیمت دلار، تو اجاره خونه، تو قیمت مواد غذایی و تو فرصت‌های شغلی. ولی مشکل اینجاست که ما معمولاً فقط نتیجه رو میبینیم، نه مسیر رو. مثلا دلار میره بالا، میگیم چی شد؟ قیمت‌ها گرون میشه، میگیم چرا اینطوری شد؟ اما کمتر کسی میپرسه این مسیر از کجا شروع شد؟ این ویدیو درباره همینه. این که چطور یک اتفاق سیاسی، حتی اگر در ظاهر فقط یک خبر یا یک مراسم باشه، میتونه تبدیل بشه به یک موج اقتصادی که مستقیم روی زندگی مردم اثر میذاره. حالا یه تصویر بذار جلوت. یه اتفاق سیاسی بزرگ رخ داده. رسانه ها پر شده از خبر. همه دارن تحلیل میکنن. یکی تایید میکنه. یکی رد میکنه. یکی قضاوت میکنه. ولی پشت همه این سر و صداها یه چیز مهمتر هست. رفتار کشورها، واکنشها و سطح رابطه ها. در سیاست بین الملل هیچ چیز بی‌معنی نیست. حتی اینکه یک کشور چه کسی رو به یک مراسم میفرسته خودش یک پیامه. شاید ساده به نظر بیاد، ولی برای تحلیلگرها اینا مثل کد هستن. یعنی دارن آینده روابط رو میخونن. حالا سوال اینجاست. این موضوع چه ربطی به ما داره؟ چرا باید برای یک آدم عادی مهم باشه؟ جوابش اینه که اقتصاد کشورها به شدت به اعتماد وابسته است. اعتماد سرمایه‌گذار، اعتماد بازار و اعتماد شرکت‌ها. وقتی فضا قابل پیش‌بینی باشه، سرمایه راحت وارد میشه. ولی وقتی نااطمینانی زیاد بشه، سرمایه عقب میکشه. و اینجاست که سیاست مستقیم وارد اقتصاد میشه و اثرش میاد روی زندگی مردم. حالا یه لایه عمیق‌تر بریم. وقتی یک اتفاق سیاسی بزرگ تو دنیا میفته، مهمتر از خود اون اتفاق واکنش بقیه کشورهاست. یعنی کی حمایت میکنه، کی سکوت میکنه، کی فاصله میگیره و کی خنثی رفتار میکنه. اینها تو سیاست بین الملل هیچ وقت اتفاقی نیست. حتی اگر شبیه بی‌تفاوتی باشه. هر حرکت یک پیام پشتشه. اما این پیام‌ها مستقیم گفته نمیشن. هیچ کشوری نمیاد شفاف بگه داریم فاصله میگیریم یا داریم نزدیک میشیم. اینها با رفتار نشون داده میشه. با سطح روابط، با نوع همکاری اقتصادی، با سفرهای دیپلماتیک و حتی با سطح حضور در مراسم‌ها. شاید ساده به نظر بیاد، ولی برای تحلیلگرها اینها تکه‌های پازلن که تصویر بزرگ رو میسازن. نکته مهم اینه که هیچ کشوری فقط احساسی تصمیم نمیگیره. همه چیز بر اساس منافع، امنیت و هزینه فایده است. برای همین سطح حضور در یک رویداد همیشه دلایل مختلف داره. اما چیزی که بازارها میبینن فقط جمع این رفتارهاست، نه دلیل تکی. و از همینجا تصویر بین‌المللی شکل میگیره. تصویری از این که یک کشور چقدر باثبات، چقدر قابل پیشبینی و چقدر کم ریسکه. و این تصویر مستقیما روی اقتصاد اثر میذاره. چون سرمایه دنبال ثباته. اگر ثبات نبینه، وارد نمیشه یا سریع خارج میشه.
و این یعنی کاهش جریان پول در اقتصاد و شروع فشار اقتصادی. حالا برسیم به اصل ماجرا، یعنی اقتصاد. ببین، سیاست شاید تو خبرها بمونه، ولی اثرش میاد تو زندگی مردم. فرض کن فضای سیاسی پر ریسک بشه. اولین واکنش بازارها صبره. بعدش سرمایه جدید وارد نمیشه و سرمایه قبلی هم محتاط میشه. این یعنی پول کمتر وارد اقتصاد. وقتی پول کمتر بشه، رشد کند میشه. کسب و کارها عقب میکشن، استخدام کمتر میشه، پروژه ها متوقف میشن و اینجا هنوز خیلی ها حسش نمیکنن. اما بعدش تولید کم میشه. وقتی تولید کم بشه، عرضه پایین میاد. وقتی عرضه پایین بیاد، قیمت‌ها بالا میره و اینجاست که مردم تازه میگن چرا همه چیز گرون شد؟ ولی این فقط یک عامل نیست، یک زنجیره است. حالا ارز هم وارد ماجرا میشه. چون ارز فقط پول نیست، شاخص اعتماده. وقتی اعتماد کم بشه، فشار روی پول ملی زیاد میشه. مردم و شرکت‌ها میرن سمت دارایی امن‌تر یا ارز نگه میدارن. این رفتار باعث فشار بیشتر روی بازار ارز میشه و این دوباره برمیگرده به قیمت کالاها. چون خیلی از کالاها مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به وارداته. حتی تولید داخلی هم مواد اولیه وارداتی داره. پس تغییر ارز مستقیم روی قیمت نهایی اثر میذاره و نتیجه نهایی تورمه. نه فقط عدد، بلکه چیزی که تو زندگی روزمره حس میشه. تو خرید، تو اجاره، تو درمان و تو حمل و نقل. حالا سوال مهم اینه. این وضعیت به کجا میرسه؟ واقعیت اینه که هیچ جواب قطعی وجود نداره. اما معمولاً 3 سناریو داریم. سناریوی اول کاهش تنش و بهتر شدن روابطه که باعث کاهش ریسک اقتصادی و برگشت سرمایه میشه. سناریوی دوم ادامه وضعیت مبهمه، یعنی نه جنگ نه صلح. این حالت برای اقتصاد فرسایشیه، چون سرمایه گذاری بلند مدت شکل نمیگیره. و سناریوی سوم تشدید تنشه که بیشترین فشار رو به اقتصاد وارد میکنه و باعث افزایش نااطمینانی و کاهش تعاملات اقتصادی میشه. اما نکته مهم اینه که هیچ کدوم از این سناریوها با یک اتفاق تعیین نمیشن، بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌ها در طول زمان مسیر رو مشخص میکنه. و چیزی که مهمه اینه که ما فقط خبرها رو نبینیم، بلکه بفهمیم پشت خبرها چه روندی در جریانه. چون کسی که روند رو بفهمه همیشه چند قدم جلوتره. چه در سرمایه گذاری، چه در مدیریت پول و چه در زندگی روزمره. و دقیقاً به همین دلیل ما یه سیستم مدیریت مالی طراحی کردیم. چون توی این حجم از خبر و تحلیل و نوسان خیلی ها نمیدونن دقیقاً باید چی کار کنن. برای همین یه سامانه ساختیم که کمک کنه هر نفر بر اساس شرایط خودش دید واضح‌تری نسبت به وضعیت مالیش داشته باشه. توی این سیستم اول ثبت نام می‌کنی. بعد یه فرم ساده درباره وضعیت مالی و هدفات پر می‌کنی. و بعد بر اساس همون اطلاعات تحلیل‌ها و پیشنهادهای شخصی سازی شده دریافت می‌کنی. یعنی به جای یک نسخه عمومی برای همه، برای هر فرد یک مسیر متفاوت.